کتاب نو روزنامه‌نگار تاجیک سهراب ضیا تحت عنوان مژده صبح به چاپ رسید که مجموع آثار که مصاحبه‌های او با چهره‌های شناخته علم و ادب کشور را فرا می‌گیرد. این کتاب چهره‌گشایی از شخصیت‌های ادبی و فرهنگی تاجیک است. سهراب ضیا این آثار که مصاحبه‌ها را در سال‌های گوناگون فعالیت روزنامه‌نگاری خود تألیف کرده است. کتاب مذکور از 5 بخش عبارت است. در صحبت اکادمیک محمد جان شکوری، در صحبت صاحبدلان، چهره‌نامه‌ها، سوگنامه‌ها و یک داستان به پاس خاطر پدرم. دو بخش اول کتاب فراگیر مصاحبه‌های سهراب ضیا با اکادمیک محمد جان شکوری، اکادمیک سعدی نسا حکیمو و شاعران معروف مومن قنوات، بازار صابر، فرزانه، ادیبان عبدالحمید صمد، عبدالرحمن عبدالمنان، رسام سبزعلی شریف و کارگردان سفربک صالح می باشد. در بخش بعدی آثار که چهره‌گشایی‌های مؤلف درباره اکادمیک منهاج غلاموف، ژورنالیست اسکندر میرزایف، هنرمند ارتق قادر، ژورنالیست باباجان اکراموف، سیاستمدار بوری کریم، هنرپیشه رجب گل قاسمو و سراینده فرقت سعید و دیگران پیشنهاد خواننده شده است. سهراب ضیا که 60 سال دارد، ژورنالیست شناخته تاجیک است. او از آخر سال‌های 80 فعالیت کاریش را در کمیته دولتی رادیو و تلویزیون تاجیکستان آغاز کرده، بعداً در هفته‌نامه آینه زندگی و تاجیکستان فعالیت کرده است. از ماه می سال 1997 تا حال در دفتر بخش فارسی BBC در تاجیکستان کار می‌کند. سهراب ضیا در برابر تهیه صدا و گزارش و مطالب آنلاینی همچنین مؤلف 3 فیلم مستند است. یکی از آنها درباره فیلمبردار و عکسبردار شناخته ظهور دخته، دومی درباره هنر بالای در تاجیکستان و سوم درباره شاعر معروف تاجیک فرزانه که هر 3 طریق تلویزیون فارسی BBC پخش شدند. یادآور می‌شویم نخستین کتاب سهراب ضیا با نام اسطوره فرهنگ و هنر تاجیک که به روزگار و آثار فیلمبردار و عکسبردار معروف تاجیک ظهور دخته بخشیده شده است، سال 2023 به طبع رسید.